ببین برادر گلم، اول خود سینه را خلاص کنیم. خب همین که میگم خدا کل مسلمان ها را ببخش، الله کلش را ببخش، خوب است دیگه. دقیق شده. دوم دو نوع، یکی تجاوز بر حقوق الله هست، یکی تجاوز بر حقوق العبد است. هر کسی که تجاوز بر حقوق العبد میکنه او بخشیده نمیشه تا که او حق از اون نفر را نتن. دقیق شده. ما میگیم خدا فلان را ببخش و او ظلم کرده باشه، تجاوز کرده باشه، کسی را لط کرده باشه، مال کسی را گرفته باشه، توهین کسی را کرده باشه، تا که او را راضی نکنه الله او را نمیبخشه. بعد در حقوق الله که هست دیگه او را بگذاریم بر الله دیگه. خداوند متعال غفور و رحیم است و ما باید خفه نشویم. و جنت هم بسیار کلان است، هیچ جای ما رو نمیگیره ان شاء الله. میرم خداوند.